تکنولوژی هوش مصنوعی در چین چی رقم اپلای شده، چی رقم استفاده میشه، چی رقم کار میده. دوستان عزیز، من فعلا در یک هتل هستم و این اتاق هتل در کل با هوش مصنوعی تجهیز شده که شما خیلی کارا رو فقط صدا منین بخشش انجام میده و نیاز نیست که شما از جای اخبار چنین منولی تمام چیز رو بخش قدیس مثلا جور کنین. فرض مثال مثلا اول سال که نمی تیوی که پشت سر می خاموشه فعلا. خب دیگه ما اینال میخوایم که رو بگیم که روشن کنه. 小度哎，打开电视。好的，为你按下电视的开关键。سعی دوستان عزیز تلویزیون روشن کرد خودش. خب اینالی فرض مثال ما میگم که برق روشن کو، خاموش کو، برق فعلا روشن است. خب ما میگیم برق خاموش کو. 小度我在。关闭灯。已经关闭灯。سعی دوستان عزیز برق خاموش کرد، کامل اتاق تاریک شد. و اگر ما مثلا بگویم که تو اینمی چیز رو بسته کو، فعلا پرده باز است، نه پرده باز است بیرون معلوم میشه. ما میگیم پرده بسته کو. 小度在哪？关闭窗帘。已经关闭窗帘。سعی دوستان عزیز پرده رو بسته کرد.小度我在。打开窗帘。已经打开窗帘。دوستان عزیز ما گفتم که پرده رو باز کن، دوباره میشه. الان میگیم تلویزیون خاموش کن. 小度我在。关闭电视。好的，为你按下电视的开关键。سعی گفتم تلویزیون خاموش کن. 小度打开灯。已经打开灯。برق خاموش کن، روشن کن، تلویزیون خاموش کن، روشن کن، کل کارا میشه رو سر انجام میده.